یگان بار با خودت حرف زدی؟ یگان بار از خودت سوال کردی که چرا همش چنین شد؟ اگر خواهی همه حقیقت ها را بفهمی، یک بار یک گوشه نشین و با خودت حرف بزن. به خاطر بیار که واقعا عاشقت بود و که فقط استفادهت کرد. به خاطر بیار که اشکت را ریزاند و که پاکش کرد. به خاطر بیار که در سختی ها که کنارت بود و که ترکت کرد. به خاطر بیار که هر بار به جای آنی که میماندن رفتن را انتخاب کردن. به خاطر بیار که به خاطر خیلی ها خواسته خودت را عوض کنی ولی آنها عوض نکردن. میخواسته خیلی جای ها خوب باشی ولی آنها خوبی نکردن. به خیلی ها کمک کردی ولی قدرش را ندانستن. همش را به خاطر بیار. اون وقت میفهمی که در باقی راه زندگیت کی را انتخاب کنی و کی را رها. گاهی هم با خودت حرف بزن و ببین که تا کدام اندازه از خودت راضی یا نه. گاهی خودت را هم صدقاً گوش کن.